و خوب قضیه اشاره کرده. دو نوع سرپرستی داریم. یکی که امت در کل باید کلان و زعیم داشته باشه که هیچگاه حق نیست که یک پادشاه دفن شود مگری که پادشاه دیگری باید جاگزین از او شود و تحت سرپرستی از او باید او تکفین و تجهیز شود. این خب ادامه دارد و انشاءالله متوجه هستند کلگی. و یک بعد اجتماعی که شما عرض کردین که یک کسی وفات میکنه و ما در رابطه به این علما باشه و چی غیر علما باشه دقیق نیستیم. یک جفا است، نه تنها با شما، با یک کشوری که 1.5 میلیون شهید داد و تک تک خانواده شمی رقم صورت گرفته، آنانی که شهید شدن و رفتن کسی پرسانشان نمی کند، کسی مسئولیتشان نمی گیرد. ولی یک چیز بر صریح بگویم که رب ما متکفل است، رب ما متکفل است. خداوند متعال اولادای دوستایش را ضایع نمی کند و در سوره کهف در داستان حضرت خضر و موسی صریح می‌خوانیم که در اوجا دیده میشه که حضرت موسی وار شخصیت را و حضرت خضر وار شخصیت را دستور میده که او دیوار باید بلند بکند. و برای چی بلند میده؟ کان ابوهما صالحا، پدرشان نیک آدم بود. و تاریخ مشاهده بکنید، همین زمان ما آنانی که اولاد شهدا هستند اونها را خداوند متعال منقبت داده است، جایگاه داده است. من 6 ساله مانده بودم ولی رب العالمین متکفل ماست. بنابراین انسان را خدا نگاه می کند، او متکفل است، او تربیت کننده است، رب او است، رب اوست. ولی در کل حق انسان همین میماند که هرگاه کسی پدر خود را از دست میدهد و یتیم میماند، مجتمع اسلامی مکلفیت دارد که او را طوری نگاه بکند که اصلا در دلش یک عقده، در دلش یک گله پیدا نشود. و رسول ما صلی الله علیه و سلم چنین کاری را میکرد که هر کس خرزار از خرزش من میپردازم، هر کس بی سرپرستش من سرپرستش میکنم و نمیگذاشت که کسی در دلش چیزی بیاید. پس کل ما شما حال سرما آمد و جامعه را باید نگاه بکنیم تا همین خلاها را ما شما پر بکنیم، همین نقطه را ضعف ما شما برآورده بکنیم انشاءالله. و گلیت کاملا با برجاست. الله توفیق به کل ما شما نصیب کنه.